اوس زموږ سره په خپرونه کې یو خوږ میلمه دی. هغه ماشوم چې کوښښ کوي تر څو دغه افغانستان آباد کړي. سلام علیکم، صبح شما بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید. صبح شما بخیر و علیکم السلام. سلامت باشه. یک معرفی کوتاه از خود داشته باشه تا بیننده عزیز ما شما رو بشناسه. من ایاز احمد، متعلم صنف ششم جیم. ماشاءالله، بسیار خوب ایاز جان. من بسیار زیاد خوش هستم که همراه ما هستید در برنامه صبح معارف. خب متعلم صنف ششم جیم، چندم نمره هستین شما؟ اول. ماشاءالله، فوق العاده عالی است. خب ایاز جان عزیز و گرامی، برای برنامه صبح معارف تحفه آوردین؟ نه خیر. خب بسیار عالی، سلامت باشید. خب امروز صبح را که شما آمدین به طرف تلویزیون معارف، آیا صبح دلچسب و خوبی بود برای شما؟ بله. بسیار عالی است. خب در برنامه صبح معارف شما نعت شریف بر ما دارین بخیر؟ بله. بسیار عالی است. کامره های تلویزیون معارف در خدمت شما است. بفرمایید نعت شریف آغاز کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نعت شریف. عزیزان شاه خوبان در مدینه، دوای دردمندان در مدینه، ببر قاصد سلام عاجزان را که آن شاه رسولان در مدینه، بکن زودتر طواف مرقدش را که آن سلطان خوبان در مدینه، همه عالم ز شوق اوست بریان که برق نور و ایمان در مدینه، دو عالم از جمال اوست روشن، محمد مای رخشان در مدینه، گناهکارم چی سازم چاره یا رب، طبیب درد اسیان در مدینه، مدینه سرزمین خوش هوایی، نسیمی باغ رضوان در مدینه، مدینه مشک عنبر بوستان یکسان که عطر زلف جانان در مدینه، به حاجات از حق هر چی خواهی که حاجات های خلقان در مدینه، رسول هاشمی سردار عالم، محمد کان احسان در مدینه، خداوندا رسانی در ستایش، نبی چاریاران آن در مدینه، نبی چاریاران آن در مدینه. تشکر از توجهتان. ماشاءالله ماشاءالله، څومره ښکلی نعت شریف و ډېره زیاته مننه ایاز جانه.